چی کردیم؟ ما دمی کابل شاید امی دوستای خودی ما همینجا حاضر باشه، به هزارها نفر از ما مطالبه مناظره را کرده، ما اونجا لوس کردیم، از ما خفه شده، بدر رفته قور شده که دیگه من سلفیت اعلام میکنم، تو حاضر نیستی در مناظره. من میگم که ما مناظره نمیکنیم با مردم. الله سبحانه و تعالی ما را مکلف به بیان دین کرده. قرآن و حدیث که چیزی میگه، چیزی را بدعت و چیزی را گناه، چیزی را معصیت، چیزی را فسق و فجور و شرک میگه، او مجبور استم. نه دولت دمی رای مرا گرفته میتونه دهنی مرا، نه قوم، نه کسی، هیچ کس هم حق نداره که بگیره. این بیان آزادی را الله برم داده که من حق بیان بکنم، این را من باید بیان بکنم. ای که سری تو تطبیق میشه، جناب محترم گناه من نیست. اگر من در مجلس من زناکار بد میگم و یک زناکار بخیزه برای من بگویه که تو خو مرا گفتی، من خو نام تو را نگرفتم جناب، خو خود نمایان میکنی که بله من زناکار هستم، خو گناه خودیت است. اصلاحیت بکو، توبه بکو به الله. وقتی که مسئله حق از قرآن و حدیث بیان میشه و سری تو صادق میشه، تو یک کمی از عقل و هوشت کار بگی، در کدام سمت روان هستی، چی میکنی، کدام کار میکنی، چرا سری تو صادق میشه؟ نامی تخو نگرفتیم. ما به مناظره به جنجال و کشکال نامدیم. چرا مناظره؟ امیر میگه که یک فریق دلیل فریق دیگر را نظر کنه، اگر حق باشه تسلیم شود. زدبازی را مناظره نمیگه. ما حاضر نشدیم، دوستا از ما خفه شده. ما قطعی مردم جار و جنجال نداریم، در جمعه تقریر کردیم، حالی هم میگم شما دوستا بشنوید که با مردم ما جار و جنجال داریم؟ ما نداریم. مردم ما قطعی ما جار و جنجال داره. پیشتر به اولی سیبا گفتن در یک مسجد سلفی کسی خسته باشه که همی آدم نماز غلط میخونه، بکشی از مسجد. شخصی هم آمده در پالوی میراب امرای ما استاد شده. شما باور به الله سبحانه و تعالی بکنی که از دیگر دست دیگه پایین نمیشد، همی قدر پایین کرد و پایای خود به قصد همی قسم خیلی جمع گرفت. یقین به الله سبحانه و تعالی بکنی اگر ما برای چیزی گفته باشیم. مسلکیش است، رأیش است، نظرش است، برش صحیح معلوم میشه، راجح معلوم میشه، امیدانه او کاری از اوست. الله سبحانه و تعالی وسایل تحقیق، وسایل مطالعه و ارزیابی را به هر کس عطا کرده و الله کسی را در جهنم نمیبره تا وقتی که این اسباب عطا داده الله سبحانه و تعالی را غلط استعمال نکرده باشه، درست استعمال کرده باشه. الله او را در جهنم نمیبره. که درست استعمال شود راه حق نمایان میشه، بالکل نمایان میشه. ما قطعی مردم جار و جنجال نکردیم و نمیکنیم. سری مردی خود از صبح تا بیگار الاسقاط کنه که قرآن دور بده، در قبر استاد شوه، مطالبه بکنه، دعای اجتماعی میکنه، هر چی که میکنه، 3 و 4 و 40. بله ما به دوستای خود بیان میکنیم که کدام منهج تعقیب بکنیم. ما قطعی از جنجال نداریم. این همایش ما، این جمع شدن ما به حکومت هم امی قسم میگیم که بیا ببین با این قومای دوروبری خود که قطع ما زندگی میکنه در فضای آزاد، صمیمیت، محبت، یا هم ببینه. ما جر و جنجال خلق نکردیم، با تبعیض نژادی را دامن نزدیم، تفرقه بازی را شروع نکردیم. با تأسف که از دهن علما این کلمه میبراید که رفع الیدین و آمین بالجهر سبب تفرقه است. خو کاش که عالم سبب میشناخت. سبب اینی لاسپیکر سببی بلند کردن چیست؟ آواز. تنها در هتل آواز بالا میکنه یا بیرون در سرک هم که بکشیم آواز بلند میکنه؟ چی میگی شما؟ آواز بلند میکنه نی؟ اگر آمین بالجهر و رفع الیدین سبب اختلاف باشه، خود حرم بعد بسیار سبب اختلاف شود. یک چیز که سبب باشه در هر محل و در هر زمان سبب است. ای تو نیست که در مسجد تو سبب است، در مسجد ما سبب نیست. تو سبب نشناخته ای. خو افسوس است ای علما، شما که با این پیمانه این گپ دامن میزنی و دوستای ما وجود داره در مساجد جوانا لط خورده در عین نماز بدون از اینکه نماز خاتمه پیدا نکرده. آیا جناب عالم به تو میگم عوام میگذاریم؟ عوام الحمدلله که سر دین
بفهمه، مثل که پیشتر شیخای ما اینجا گفتن دین دوستن، قربانی میده، سر دین سر میده، الحمدلله همینطور است. خود تو عالم یک سوال از پیش دارم که آیا رفع الیدین یا آمین بالجهر از پیشاب کردن اعرابی که در کنج مسجد نبوی پیشاب اعلام میکرد از او کدام خیلی سخت است و بد است که حتی تأمل سلام دور دادن هم نمی کنی، دمی عین نماز لتکوب شروع میکنی؟ یک سوال از پیش دارم و در روز قیامت رفتنیستی، جواب دادنیستی دیگه. خب بگذار، تو خو عالم هستی، در روز قیامت یک سوال همی میشه که و من نبیو که پیغمبرت کی است؟ جواب دادنیستی. جواب دادنیستی که نبی کی است؟ نبی مذهب است یا محمد رسول الله است؟ کدامش است؟ تو را نجات عقیده به رسول الله داره یا تو را نجات عقیده به یک عالم، معصومیت عالم داره؟ منظور ما توهین علما نیست. ائمه مجتهدین ما نوری چشم ماست. ان شاء الله که از دهن ما بدون رحمهم الله کلمه شاید نبرایه. و ما گپا دارم به رفیقای خود، گپی که ما به مجلس داریم از خود داریم و علایده است. حالی میگم براتون این گپایی است که متعلق امو مردمی است که علیه ما تبلیغات میکنن. ما چاقو را در دست نگرفتیم، سوتر را نگرفتیم، تفنگ نگرفتیم، جارو جنجال جور نکردیم، از حوصله و صبر کار گرفتیم، کار میگیریم، آیندهم کار میگیریم. چرا که یکی از جمله علامات حق امی است. گاهی هم ما فرقواریت دامن نزدیم. خب با تأسف که گپ در مرحله میرسه که تو مسجد الله را تیرباران میکنی و جناب تفنگدار در پیش عالمت برو، فقط یک سوال از پیشش بگو اگر کسی از روی دشمنی مسجد الله را نفرت کنه، مسجد الله را توهین کنه، ولو به انداختن یک خشفل باشه، ولو به فیر کردن یک مرمی باشه، او آدم مومن باقی میمانه یا نه؟ زنش نکاحش باقی میمانه یا نه؟ فقط از عالم خود سوال که جواب برات میده. خود در این مرحله ما تا کی برسیم؟ در مقابل امی قسم از جناب حکومت امی قسم تقاضا داریم که با این قدر فیرا چرا بازخواست صورت نمیگیره؟ این گپ ما بود برای او جناحهای دیگه. ما را ببینه، کنترل کنه، درسای ما را، تعلیم ما را، همه حرکات ما را که ما چی میکنیم، ما چی برنامه داریم، چرا تبلیغات ناحق میکنی؟ به در فضای آزاد قط ما بحث بکنی.